اخیراً خبری منتشر شد که هوش مصنوعی میتونه بیماری اوتیسم رو تشخیص بده. آیا واقعاً هوش مصنوعی میتونه این کار رو انجام بده یا نه یک ابزار کمک کننده هستش؟ حالا قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع که آیا هوش مصنوعی به تنهایی این کار رو انجام میده یا نه فقط یک پردازشگر هستش و سرعت تشخیص رو بالا میبره، اطلاعات رو در مورد بیماری اوتیسم بهتون میدم. بیماری اوتیسم یک اختلال عصبی هستش که باعث ایجاد مشکلاتی از جمله مشکلات رفتاری، مشکلات ارتباطی و یادگیری میشه. از اونجایی که علت بیماری اوتیسم هنوز کاملا دقیق مشخص نیست، ولی عللی مثل عوامل ژنتیکی، عوامل مغزی و عوامل محیطی میتونن تأثیرگذار باشن در ایجاد بیماری اوتیسم. علایمی که در بیماری اوتیسم وجود داره و اگر شما در فردی یا افراد نزدیک اطرافیانتون در افراد خانواده مشاهده کردید، حساس بشید و نسبت به بررسی حتما پیگیری های لازم رو انجام بدید. ببینید افرادی که درگیر بیماری اوتیسم هستن ارتباط چشمی ضعیفی دارن، ارتباط چشمی خوب نمیگیرن، حساسیت خیلی بالایی نسبت به لمس، نسبت به صدا و نسبت به نور از خودشون نشون میدن. این افراد بعضی حرکات و بعضی صداها را زیاد تکرار میکنن. این افراد نسبت به صداهای اطراف و اسم خودشون حساسیت کمتر رو نشون میدن و همینطور این افراد عدم ابراز علاقه به بازی با دیگران رو از خودشون نشون میدن و تمایل زیادی به بازی با دیگران رو ندارن. عدم توانایی در ابراز احساسات خودشون دارن و احساسات خودشون رو نمیتونن بروز بدن و همینطور نسبت به موضوعات خاصی ممکنه علاقه بیش از حد از خودشون نشون بدن. این علائم نشان دهنده هستش که شما میتونید حساس بشید نسبت به این موضوع. این افراد عدم توانایی درک احساسات دیگران رو هم دارن، یعنی احساسات دیگران رو خوب درک نمی‌کنن و خوب نمیتونن ارتباط بگیرن و نمیتونن همدردی کنن. ببینید بیماری اوتیسم پس یک بیماری طیفی هستش که شدت و علائمش متفاوته، یعنی از فردی به فرد دیگه کاملا ممکنه متغیر باشه. ممکنه فردی درگیر بیماری اوتیسم باشه ولی کاملا راحت و بدون اینکه نیاز به کسی باشه کارهای روزمره خودش رو انجام بده، ولی بعضی از افراد هم هستن که درگیر بیماری اوتیسم هستن ولی حتما باید کسی کمک کنه و پشتیبانی کنه تا اینها بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن. برای بیماری اوتیسم درمانهای زیادی وجود داره که هدف از این درمانها کاهش علائم و همینطور افزایش مهارت‌های اجتماعی، رفتاری، یادگیری و ارتباطی هستش و از جمله درمان‌هایی که برای بیماری اوتیسم انجام میشه گفتار درمانی هست، دارو درمانی هست، رفتار درمانی هست، درمان‌های تغذیه و همینطور درمان‌های همزیستی برای این بیماری در واقع انجام میشه و این بیماری یک بیماریه که به نظر من باید حتما نسبت بهش حساس باشیم و اگر این علائم و در واقع علائمی که بهتون گفتم رو در فردی دیدید شک کنید و سریعا اقدام به درمان کنید، چون اقدام درمان به موقع و درمان زود هنگام خیلی کمک کننده هستش و میتونه فرد رو کمک کنه تا خودش به تنهایی در اجتماع به راحتی زندگی کنه بدون اینکه نیاز به کسی داشته باشه. نسبت ابتلا به بیماری اوتیسم در پسران 4 برابر بیشتر از دخترانه و بیشترین آمار هم مربوط به کشور استرالیا هستش. از هر 70 نفر 1 نفر درگیر بیماری اوتیسم هستن. حالا تا اینجا در واقع بیماری اوتیسم رو بهتون گفتم. ادامه ویدیو رو حتما تماشا کنید. اگرم حس میکنید که این ویدیو
به دردتون میخوره و به درد اطرافیان دوستان میخوره، حتما همرسانی یادتون نره. لایک کنید، کامنت. لایک شما خیلی مهمه، یه دکمه کوچیک هستش که شما به راحتی میتونید اون رو بزنید و کمک کنید در انتشار این ویدیو. حالا در واقع هوش مصنوعی چطور میتونه بیماری اوتیسم رو تشخیص بده؟ ببینید، هوش مصنوعی خودش به تنهایی نمیتونه در واقع بیماری رو تشخیص بده. هوش مصنوعی فقط افزایش سرعت داره، یعنی سرعت تشخیص بیماری رو به طور چشمگیری بالا میبره و حدوداً 95 تا 100% دقیق تشخیص میده این بیماری رو. به خاطر همین خیلی کمک کننده هستش در روند درمان، در شروع درمان و اینکه بیمار سریعاً به یک نتیجه مطلوب برسه. به خاطر همین هوش مصنوعی خیلی کمک کننده هستش. در واقع یک دستگاهی وجود داره به نام الکترورتینوگراف. این دستگاه الکترورتینوگراف دستگاهی هستش که یک ابزار تشخیصیه و با اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی شبکیه چشم در واکنش به نور، در واقع با دوربین ساده‌ای که داره، با پلک هایی که بیمار میزنه و با حرکات مختلف شبکیه میاد این حرکات رو ثبت میکنه. وقتی ثبت کرد، در واقع این حرکات و این اطلاعات رو میدن به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یک پردازشگر قوی هستش که با توجه به الگو و الگوریتمی که بهش دادن و با توجه به اون چارچوبی که براش تعیین کردن به سرعت میاد بیماری اوتیسم رو تشخیص میده، بدون اینکه زمان رو در واقع هدر بده، زمان طولانی بشه، به سرعت این کار رو انجام میده. پس هوش مصنوعی خیلی کمک کننده هستش، ولی به تنهایی این کار رو نمیتونه انجام بده. یک ابزار پردازشگر هستش و یک ابزار پردازشگر فوق‌العاده قوی که کمک کننده هستش در تشخیص بیماری اوتیسم. تقریبا تمام مطالب رو بهتون گفتم و اینکه هوش مصنوعی چطور این کار رو انجام میده و اینکه هوش مصنوعی یک ابزار تکمیل کننده هستش و ابزار تشخیصی الکترورتینوگراف خیلی خیلی مهمه و اون هم باید وجود داشته باشه و آزمایش ها مختلفه و هر روز در دنیا اتفاقات جدیدی میفته، ولی هوش مصنوعی یکی از عجیب ترین اتفاقاتی هستش که در دنیا رخ داده و ازش استفاده های مختلفی میشه کرد، چه خوب چه بد، ولی در حوزه پزشکی هم فوق‌العاده داره عمل میکنه و استفاده های زیادی میشه از این ابزار کرد. ممنونم که تا انتهای این ویدیو رو تماشا کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.